If Iran manages to move forward tomorrow or reach the knockout stage, what do you think will be the team's greatest challenge going forward, the football itself or something off the pitch? Thank you. تشکر میکنم. ما چالش‌های زیادی داریم، هم مخصوصا بیرون از زمین. اون 2 هفته‌ای که نیاز داشتیم برای سازگاری به ما زمان ندادن. ما رئیس فدراسیونمون، مدیر تیممون، مدیر داخلی، خصوصا مدیای ما همراه ما نیستن. این رفتارها فکر میکنم انسانیت، اخلاق و روح فوتبال رو عذاب میده. این رفتارها برای رویداد بزرگ این جام جهانی اصلا شایسته نیستش. شما یه تیمی بیاد که نصف از همه عوامل اجراییش نباشن، گرفتن، ولی باز جای امیدواریه که برای بازی بعد این پیامو به ما دادن که میتونید در سیاتل 2 شب زودتر برید و حتی 1 شب هم بمونه. وقتی که این کارا الان انجام دادن، چرا در بازی قبل، چرا در این بازی انجام ندادن؟ ما الان 16 ساعته که وقت داریم برای بازی، حتی کمتر از 16 ساعت وقت داریم برای بازی بعدی. این فکر میکنم یه ناعدالتیه که در حق ما شدش و امیدوارم دیگه این رفتارها تکرار نشه.